سلام به شما شنونده عزیز. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یکی از پرسش‌های پیچیده تاریخ معاصر ایران. اینکه سازمان مجاهدین خلق خب چرا و توسط چه کسانی شکل گرفت؟ 3 جوان سال 1344 محمد حنیف نژاد، علی اصغر بدیعه‌زادگان و سعید محسن. انگیزه اصلیشون دنبال آزادی و عدالتی بودن که حس می‌کردن خب نیست. این منبع خیلی صریح میاد و اون تصویرسازی‌های به قول خودش یکم بزک شده از اون دوران رو نقد میکنه. مثلا اشاره میکنه به بعضی برنامه‌ها مثل تلویزیون من و تو که متن اسم برده. آها، که میگه فقط جاهای خوب رو نشون میدادن. آره، استدلالش اینه که خب شما فقط نیاوران و زعفرانیه رو نشون بدی، این که تمام واقعیت نیست. بعد برای اینکه حرفش رو ثابت کنه به فقر گسترده اشاره میکنه. میگه نصف تهران یا مناطقی مثل کردستان، بلوچستان، لرستان، حاشیه شهرها وضعیت فرق داشته. حتی جالبه به یه مستند تلویزیونی سوئدی هم ارجاع میده که ظاهراً اون زمان نشون داده بوده تهران چقدر دو قطبی بوده، یعنی فقیر و غنی کاملا جدا. پس یعنی نویسنده سعی داره بگه اون تصویر یک دست و مرفع خیلی واقعی نبوده. خب غیر از فقر بحث آزادی ها چی؟ آزادی فردی، سیاسی، چون اونم جزو انگیزه ها گفتید. بله، متن روش تاکید میکنه. میگه ببینید آزادی فقط این نیست که حجاب اختیاری باشه یا مشروب آزاد باشه. یه کنایه‌ای هم میزنه، میگه اینا که تو سوریه زمان بشار اسد هم بوده. عجب. آره. بعد میره سراغ محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی جدی‌تر. مثلا میگه خواننده‌ای مثل داریوش رو به خاطر ترانه‌اش دستگیر کردن، یا حتی داشتن یک کتاب مثل ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی میتونسته جرم باشه. این مثالها خب تصویر متفاوتی میده واقعا از اون چیزی که گاهی تصویر میشه. متن به موارد جدی‌تر مثل سرکوب سیاسی هم میپردازه؟ قطعاً. یکی از بخشای کلیدی همینه. به یک گزارش سازمان عفو بین‌الملل اشاره میکنه. مال سال 1354. این گزارش طبق چیزی که توی منبع اومده جزئیات وحشتناکی از شکنجه‌های شدید و سیستماتیک توی زندان‌های اون دوره رو فاش کرده بوده. یعنی شکنجه سیستماتیک. بعد استدلال میکنه که خب بنیانگذاران سازمان وقتی این سطح از سرکوب رو میدیدن، این درد مردم رو حس میکردن، نمیتونستن بی تفاوت باشن دیگه. جالبه. اون مقایسه‌ای هم که میکنه میگه شاید اوضاع از الان بهتر بوده، ولی مثل اینه که یکی 10 میلیون بدزده، یکی 100 میلیون. یعنی چی؟ یعنی جفتشون دزدن؟ حرفش همینه. میخواد بگه ببینید کمیت ظلم کیفیتش رو عوض نمیکنه. ماهیتش یکیه. و اینکه همین نارضایتی عمیق، همین حس سرکوب زمینه است برای مقاومت، برای انقلاب حتی. حالا شدت و ضعفش نسبت به دوره‌های دیگه بحث ثانوی است از دید این متن. پس بنیانگذاران رو چطور نشون میده؟ آدمای آگاه و فداکار. بله، آدمایی که آگاهانه با فداکاری دنبال یه جامعه بهتر بودن. یه جامعه‌ای که توش لبخند، عدالت و برابری باشه. و برای اینکه این روحیه رو نشون بده به دفاعیات مهدی رضایی اشاره میکنه، درسته؟ یکی از اعضای اولیه بوده گویا. اونجا چی گفته شده؟ آره، یه نقل قول خیلی تکان دهنده از دفاعیاتش میاره. من در اینجا به اتهام عشق به مردم محاکمه میشوم. تا ظلم هست، مبارزه هست. هدف ما چیزی نبوده جز بهروزی انسانها. تا ظلم هست، مبارزه هست. این جمله کلیدی میشه پس. بله، نویسنده همین جمله رو میگیره و محور تحلیلش میکنه. چطوری؟ چطور بستش میده؟ میاد این ایده رو به یه مفهوم کلی‌تر وصل میکنه. با یه نقل قول از میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی. آها، فوکو چی گفته؟ گفته هر جا قدرت هست، مقاومت هست. خیلی معروف این جمله. بعد نتیجه گیری نهایی منبع اینه که ببینید شکلگیری سازمان مجاهدین از این دیدگاه یه جور واکنش طبیعی بوده. اجتناب ناپذیر بوده انگار. واکنشی به اون ساختار قدرت و ظلمی که اون زمان حاکم بوده. یعنی همون تجلی مقاومت در برابر قدرت. بسیار خوب. پس دیدیم که این منبع مشخص چطور ظهور اولیه مجاهدین رو وصل میکنه به نبود عدالت اجتماعی، محدودیت‌های سیاسی و مدنی، فقر، سرکوب گسترده و همه اینها رو توی چارچوب نظریه مقاومت در برابر قدرت توضیح میده. دقیقاً.
کل استدلال این متن هم همینه که شرایط اون دوران خب بستر رو برای همچین حرکتی فراهم کرده بود. و این بحث خب یه سوال جالبی رو برای شما شنونده عزیزم به جا میگذاره. اگه این ایده رو بپذیریم که هر جا قدرت هست، مقاومت هم هست، به نظر شما این دینامیک، این کشمکش همیشگی بین اعمال قدرت و شکلگیری مقاومت‌های مختلف امروز توی جوامع چطور خودشو نشون میده؟ و اینکه تحلیل ریشه‌های تاریخی جنبش‌هایی مثل این چه درس‌هایی میتونه برای فهم این پویایی در زمان حال ما داشته باشه؟